بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یکی دیگه از بزرگوارانی که تو مجموعه جدیدن دارن به ما کمک میکنن خانم حسینی هستن. خانم حسینی، کاری که شما دارین میکنین الان چیه تو مجموعه؟ خب من پرونده های بیماران رو از نرم افزار قبلی وارد نرم افزار جدید میکنم تا اطلاعات تجمیع و یک پارچه بشه تا بشه خدمت بهتری به بیمارها کرد. ما یک مشکلی که تو مشهد یا قم داشتیم این بود که اگه دستیارای من مریض رو ویزیت میکردن و بهشون خدمتی ارائه میکردن، هر کدومشون یه جایی ثبت میشد. الان کاری که داره انجام میشه همه اینا داره متمرکز میشه و یه جا تا بشه یه خدمت درستری به بیماران و مراجعه کنندگان ارائه کرد. خانم حسینی، الان کار تا چند اندازه پیش رفته و پرونده کدوم بیماران رو دارین ثبت میکنین؟ حدود 8000 نفر بیمار تحت درمانه که من تا الان 1000 نفرشون رو تونستم ثبت کنم.